افغانستان خدمت کردم. دیم گروپ اینم او زد ما را سیل زد، خونه و درمون ندادن، وعدمون کردن میتیم 25 تا مکتوب از دستگاه جناب عالی دارم. جناب عالی میگه دستگیری کنین، کمغرا را مثال تای پارک کنین. این آدمای در کلاب هستن یا خوجاینای کلاب نیستن. یک چکدان 1 میلیون سوم دادم، میلیون داده گمینه قواز فرق تکره. هر روز من 600 سوم اشتراف میکنن میرون. آخه با جان زدم منی. زمستانای نغز، زمستانای گرم بود. این زمستانی که امسال آمده با جان آدم برابره. همه خیلی خنکی است که این از جای خواه مرا بین. این از قطعی همسرم این همینجا خواه ما. خانه و در نداره. ما را پیرمرد ظریف عبدالحمید فریب من کرد. خانه و در من قیطه در جناب عالی کرد داد، من قیطه را فروختم. نخواست سومی مردم سومی کمغل بخرن. جناب عالی پدر ملت مرمور تکی تای پرشون که بینی امور خیلی که این میدون دنیم، این پالیش این تنه این از زندگی عالی مرا بینه. میگم که سرم تا خورد.